من کمال‌الدین سمیف زاده و استقامت کننده ناحیه اش از نام جامعه شهروندی در شهر ورشاو قرار دارم که در اینجا یک گروه در تاجیکستان گروه‌های تروریستی ممنوع کرده شده در اینجا باز آمدن و گرد آمدن که خود را همچون بیگناه نشان دهند. من امید آن میکنم که در این کنفرانس با یک سخن برآمد کنم و به این تروریستان فهمانم که تاجیکستان وطن آباد و آزاد است. با پیشوای خود در همه سمت‌ها رشد و فعالیت میبرد. من در اینجا گفتنی هستم که خصوصا به جوانان مراجعت کردنی هستم که تاجیکستان نعمت خداداد و بهشتی روی زمین است و جوانان از این راه بد، از این راه خائنی برگردند، زیرا وطن آنها را انتظار است. از طرف پیشوای ملت همه آنها بخشیده می شوند. من امید به آن میبندم که عقل سالم آنها به کار می درآید و از راه بد برمیگردند.